یکی از فن پیجام برام فرستاد که دیشب دیدم و تازه متوجه شده بودم خودم و میخواستم بگم که بله این واقعیت داره، ما تو این سری پایتخت نیستیم و حذفمون کردن، ولی خب دلیلشو نمیدونیم، دلیل اصلیش هم متاسفانه نمیدونیم. ولی خواستم بهتون بگم که تو این و واقعا از ته دلم براشون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مثل همیشه بهتر کنن دیگه، واقعا مثل همیشه. حالا خواستم چون لایو بذارم بگم، چون خیلی دایرکت داده بودن که بگین